چقدر این جمله رو من دوست دارم، واقعا معصومیت این جمله رو خیلی دوست دارم. مکر و حیله نسبت به کسی که به تو اعتماد کرده است مساوی با کفر است. یعنی وقتی ایمان کسی رو نسبت به خودت، به واقعیتی که تو ذهنش هست تخریب میکنی، تو وقتی اعتماد اون شخص رو، باور اون شخص رو تو مجروحش میکنی، شهیدش میکنی، از بینش میبری، چه بسا اون رو بکشی. وقتی که به تو اعتماد میکنه چیزی رو پیش تو میسپاره و تو اون رو پیش دیگران فاش میکنی، برابر با کفر است. یعنی برابر با دشمنی با خداست. اصلا اینجا بحث خدا نیست، عظمت جمله رو میخوام بگم. چه بسا اصلا شما آتئیست باشید یا هر میخوای، خود من اصلا یا اصلا کافر باشم یا اصلا کمونیست باشم، اصلا ربطی نداره. میخوام عظمت جمله رو بگم. وقتی کسی به شما اعتماد کرده، شما اعتماد اون رو مجروحش میکنید و از بین میبرید، برابر با کفر است.